پای همین اکوچن نگذارم برای چشم همین دوم میافتید ایستاده یا دیدم گذاشتم شیر دوم چه بود اگه چپکه شده میشه. من سمرقندی به میخانه ام، اون سمرقند گشته از غمخانه ام. در سمرقند و بخارای شریف چنده کثیف مکتبی تاجیکی را در بسته‌اند، مخزنی تاجیک را دزدیده‌اند، سینه تاریخ را ببریده‌اند. در سمرقندی سمرمند از غروری تاجیکی ترسیده‌اند. در سمرقند و بخارای شریف بر تاجیکان داده بس حسنادهای زورکی، بر جگرگاه نموی آریان زخمها صد کارتهای زورکی. ای دل و جانم سمرقند، ای دل و جانم بخارا، تاجیکستانم سمرقند، تاجیکستانم بخارا. در وقتی که ما اینقدر برادر میگیم، مسلمان میگیم، دوست میگیم، رفیق میگیم، زبان ما رو که هزار ساله در این منطقه زبان اجدادان ما بود، زبان بزرگان ما بود، زبان دوم اسلام تا سال 1920 زبان دولتی امارت بخارا بود. ببینید چی میگویند. نمیمونن که حتی ما با زبان مادری خود گپ زنیم. در شهرهای بومی خود نمیمونن که ما با زبان مادری خود گپ زنیم. البته که هم آدمای گونه نیستند. پس چرا اینا خودشون با مسلمان مینامند؟ لا اله الا الله محمد رسول الله میگویند. آیا مسلمانی همین گونه هست؟ ازبکچه گپیرینگ تاجیکستان дамаску ока. یعنی میگه که ازبکچه گپ زن اینجا تاجیکستان نیست کو 500,000 فالوور دارد. باور کنید عیب است. در کشای تاجیکستان تاجیک میگوید که همون ازبکه تو تاجیکی گپ زن، ازبکستان نیست است کو. پس همین است مسلمانی. وای بر حال این گونه مسلمانان.